ما هیچ گونه اطلاعی نداریم. با ما خداحافظی کرده و از منزل رفته بیرون، تا این لحظه خبری ازش ندارم. با آقایون هم صحبت زیادی شده، گفتند که پیش ما نیست. حالا نمیدونم، خدا بدونه بهتر، من هیچ اطلاعی و خبری ندارم. ایشون به دادگاه ویژه روحانیت احضار شده بودن و دفتر ایشون اعلام کرد روزی که به دادگاه مراجعه کرده ناپدید شده. قضیه چی بود؟ عرضم به خدمت شما، دادگاه ویژه روحانیت ایشونو خواسته. حالا اتهاماتش مشخص نبوده برای ما که چی هست. اون زمانی مشخص میشد که میرفت اونجا تفهیم اتهام میشد. ما از اون بابت هیچ گونه اطلاعی نداریم، فقط اینو میدونیم که دادگاه ویژه روحانیت مستقیما با ایشون تماس گرفته و ایشونو احضار کرده. ایشون هم عذرش رو پیش کرده، گفته من فعلا بیمارم نمیتونم بیام، زمانی بهتر شدم. بالاخره با اصرار دادگاه ویژه روحانیت ما هم بهش گفتیم که برو خودتو معرفی بکن، چاره ای نیست. ایشون هم از اینجا صبحگاه حرکت کرده رفته. در همون روز ما شنیدیم که تعدادی از نیروها از سراوان اعزام شدن برای دستگیری ایشون و وقتی که این خبر به ما رسید، ما با تلفن ایشون تماس گرفتیم، دیدیم که خبری نیست، تلفنش خاموشه و همون خاموشی تلفنش هست تا الان مرتب خاموش هست. و بعد ما به مسئولین گفتیم، مسئولین شهرستانی، که امروز ما شنیدیم تعدادی از نیروها اومدن و نیتشون هم دستگیری حافظ هست، در صورتی که حافظ از اینجا حرکت کرده رفته به طرف مشهد. و به ما گفتن که خب اگر رفته که خوبه، رفته باشه خوبه. ما گفتیم به هر حال از کنار ما رفته ولی تلفنش خاموشه. اما دور بر مسجد و مدرسه و منزل دوستان زحمت نکشن نیایند که بالاخره قضیه خراب میشه و بعد ما نمیتونیم جمعش بکنیم. از بهتر این هست که به خاطر حافظ کسی نیاد، چون اینجا نیست و رفته هم برای دادگاه مشهد. خب از اون تاریخ به بعد دیگه ما هیچ نمیدونیم، ازش خبری نداریم کجا هست کجا نیست. دوستان هم میگن پیش ما نیست. دوستان منظورتون مسئولین حکومتی هست؟ مسئولینن. از دوستان منظورم مسئولین هستن، حالا دوستان به هر شکلی باشن ولی به هر حال منظورم اونها هستن. خبرهایی هم از بازداشت راننده و اطرافیان مولوی نقشبندی منتشر شده. وضعیت خانواده شما به چه صورتی است؟ عرضم به خدمت شما، خب این بحثش گرچه من زیاد دوست ندارم که با شبکه‌های خارجی زیاد صحبت بکنم تو این قضیه، چون بحث داخلی هست، ولی خب حالا شما که سوال کردید مجبورم حقایق رو بگم. خانواده کلا در فشار هست، در این بابت هیچ شکی نیست. حتما شما شنیدید صحبت ها رو. ابتداء حسابهای حافظ مسدود شدن و بعد از مسدود شدن حسابهایش رو بالاخره عرصه فعالیت برایشون تنگ شد و روز به روز تنگتر شد تا اینکه نهایتاً احضار شد و ازش خبری نیست و دوستان و اطرافیانش هم دچار نگرانی و پریشانی هستند و در فشار هستند. مثلا سوخت که یک حداقل چیز هست، سوختی که با پول خودش انسان میره میخره و به ماشینش میزنه، سوخت رو هم جلوگیری کردن و تعدادی از بستگان ما رو محروم کردن از سوخت و از مسائل دیگر اجتماعی. آقای نقشبندی دلیلش چی هست؟ مولوی نقشبندی بعد از اون صحبت‌هایی که در نماز جمعه در خصوص تجاوز یک فرمانده انتظامی به یک دختر بلوچ شده بود احضار شده بود، دلیل این همه فشار به ایشون و خانواده شما چی هست؟ دلیلش مشخص فعالیت‌های اجتماعی ایشون هست، چون یک آدم جوان فعالی بود و تو زمینه‌های مختلف در هر مسیری که حرکت میکرد سنگ اندازی میکردن، جلوشو میگرفتن، ایشون باز هم مسیر دیگر رو انتخاب میکرد و خدمت میکرد برای جامعه. در اصل به خاطر کلام و زبان ایشون آقایون حساس شدن و نمیخواستند که ایشون رو به رشد و رو به خدمت باشه، جلوشو گرفتن. به هر طریق شده بالاخره اینا سعی کردن یک راهی، یک مسئله‌ای برایشون ایجاد بکنن که ایشون در درجه اول یا برای همیشه زندان باشه یا اینکه سر به فرار بزنه. حالا مشخص نیست که در زندان هست یا جای دیگر رفته، اونو من نمیدونم. الان تا زمانی که ازش جوابی به دستم نیاد و مصاحبه صحبتی خبری ازش نشنوم نمیتونم نظری بدم. دفتر ایشون یک بیانیه صادر کرده، گفته هر گونه اتفاق ناگواری که برای مولانا نقشبندی رخ بده مسئولش رؤسای سپاه و اطلاعات استان سیستان و بلوچستان هستن و گفته که اینا قصدشون حذف فیزیکی مولوی نقشبندی هست. من تو این قضیه تا زمانی که وضعیتش روشن نشه نمیتونم نظری بدم، اما حقیقت اینه که ایشون رو
رو نتونستند آقایون تحمل بکنن و دنبال روش‌های مختلفی بودن برای اینکه ایشون رو کنار بذارن به طریقی و حالا فعلا که موفق شدن جلوی فعالیت‌هاشو گرفته شده، از اینجا بلند شده و رفته برای حاضر شدن در دادگاه. از اینجا به این نیت بلند شده و رفته. البته این رو به شما بگم که قبل از این که حرکت بکنه بره از اینجا به مشهد، صحبت‌هایی که داشته با دوستان و با مردم‌های خودش، همه جا هیچ کسی راضی نبوده برای رفتن دادگاهی ایشون، چون همهشون میگفتند که اگر دادگاه برید این سری یا حذف فیزیکی برای همیشه خواهید شد یا این که برای مادام این نظام شما در زندان خواهید بود. لکن صحبت‌های مردم این بود. حالا من نمیدونم آیا مردم جلوشو گرفتن، آیا خودش نظرش در مسیر راه عوض شد، آیا دست آقایون هست، چون ما بارها دیدیم افرادی رو آقایون گرفتن و بازداشت کردن، همهشون همه منکر شدن، گفتن پیش ما نیست.